سلام به همه، خیلی خوش آمدید. خیلی مخلصیم آقا جان. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت سینه و صادترین طلبه های دو عالم. مقام عظمای ولایت ارواحنا فدامدا. یه تپه مجریگری مونده بود که آخوند به خودش ندیده بود که اون هم توسط شما فتح شد و این عبای شعله زردی مکش مرگ ماتون هم که موید بر علته. ما در خدمت شما. یه روزی باورت میشد آخوند چی؟ نه والله، تو طبقه هفتم ذهنم هم که خب ندارم، اون هم ششم پنجم هم که شما حساب کنید، اونم که نه، همون طبقه همکف هم که شما حساب بکنید، اونجا هم من باورم نمیشد. دلم میخواست پولدار شم، برم فضا، برم برای خودم برو بیایی داشته باشم، ولی خب با تحصیل کردن خب خیلی زحمت داشت. مخم میخواست که ما نداشتیم. اینقدر ناامید شده بودم که به ذهنم زد برم هلند که بابام خدا بیامرز گفت اونا خودشون گاو صادر میکنن، بعید میدونم تو رو راه بده. که من تو عمرم اینقدر خوب قانع نشده بودم، ولی دیدم یه آپشنی هست، اون هم آخوندی که توش هم پول هست، هم میری فضا، هم برو بیایی داره. یعنی من این تجربه رو خودم دارم، خودم هم فکر نمی‌کردم یه روزی طلبه بشم، ولی یه روزی باورت میشد؟ مطلق. ولی خب پدر بزرگوارم خیلی کمکم کرد. یادم بچه که بودم بابام ناز و نوازشم میکرد و من همجوری مینداخت بالا، میگفت بابا واسه اختلاسات بمیره، راندخار کی بودی تو؟ قربون دستای کجت برم که اختلاسات به بابات رفته، فسادت به عمود، مفسد اقتصادی بابا خوابیده الهی. که همین چیزا بود که بذر طلبگی رو در من کاشت. آقا سید حسین موسوی یه طلبه نازنینیه که شاید بعضی الان دارن توی یه قاب تصویر دو تا آخوند کنار هم میبینن. به قول آقای قرائتی میگفت چه هواپیما جت دو موتور است امشب. جسارتاً به عرضتون برسونم که آقای قرائتی به گور امام راحل خندیدن که همچین حرفی زدن. یه مجلس خبرگان داریم که توش 100 تا آخوندن، به اندازه یه الاغ بارشون نیست، بعد این گفته جت دو موتوره. خب البته این رو جهت مزاح گفتم، ولی خب من چون بچه دم خط زورآبادم، میگی یهویی فاز همون دم خط میاد سر خط. داداش تو اون محیط بودی خودت هم شهر شدی. البته عاقبت به خیر شدی، ولی خوام ببینم اون نوجوانی‌ها چطور بوده. والله اون نوجوانیه که بر پرده ای از حرم انس و خلوت و مناجات و ارزش‌های امام راحل و کار میکردی. علمایی صحبت نکن تو رو خدا. بگو چه میکردی توی اون زورآباد؟ بالاخره نوجوانیاش نوجوانیای دیدنی داره. خب دیگه نکن اینطوری با ما دیگه، زرد قناری دیگه. ای من بخوام اون نوجوانیه رو بگم که واسه بگم که ما بودیم و یه تیزی و حرم اونس و یه چالیتی مناجات و شیشف مسخال ارزشای امام راحل و نسخیری تو خلوت کوچه‌های تاریک و طیبل و کل نوجوانیات کم دیگه. خب درس خونم بودیم؟ اون که آره، من پای ثابت کلاسای خارج فقه و اصول مقام عظما بودم. اصلا من تمام کتابای حوزرم در حد علامگی از برم. آره جون، تو از مکاسب الاختلاسات نجومی تا رسائل الرشوه و الاشوه فی مکاتب رانت و الاحتکار، که بعد از اونم رسیدیم به درس خارج سمت کانادا و جزایر قناری و اینا دیگه. خارج. میگن آخوندا کم نمیارن، راست میگن. والا تو این 40 سال که کم نیاوردیم، ولی الان یه خورده زمین صفر شده. بعد ما هم که تو این 40 سال جای صفر نخوابیدیم، یه خورده اوضاع قاطی پاتی شده. شما هم یه خورده سشو بگید دیگه، یه وقت سوتی موتی ندیم برنامه از فلان اینا. بابا طیب الله کل الحفیات. حالا آره خانمم خیلی ساکت موندن، ما دوتا طلبه نشستیم انگار مباحثه دارید میکنیم، یه وقتی اشحاف نشه. احسنت، خوب زدی تو جاده خاک. خانم شما اهل کجایین؟ والا اهل اونجایی هستیم که حاج آقا صلاح بدونن. مادرین، محصلین؟ حاج آقا زردن بود، یه سوال از منزل کردی بنده چی نگفتم، اما دیگه 2 تا سوال تو یه برنامه یعنی اینکه اون ور فمینیسم ما داریم فرود میایم. آره شما عظما دیستنس رو رعایت کن. از خودم بپرس. شنیدم جوونیات خوب میخوندی. خب البته اون موقع به ما میگفتن حجت الاسلام خالتوری، تو این جشن تولدا و پارتی مارتیای علما میخوندیم. الان واسه حاج قاسم و مدافعین بغل و اینا. از کجا اون خوانندگی و از کجا؟
اینجا دیگه مایه تیلو اینا دیگه بابا. مقام عظما از علی گدایی رسید به ولی امر مسلمین جهان، بعد تو دنبال اینجا اونجا و کجای مایی تو؟ اخ دمت تو. مردم آقا گفتن که آقا سید چقدر آرامش بخشه. بعد من از آخونده که خیلی خوشم نمیومد، ولی ایشون خیلی به دل میشینن، چه آخوند باحالی، کاش آقا خواننده میشدی. بابا بله چه قشنگ میخونن. حاج آقا بازم بخونن تو رو خدا. حالا دیگه آخر برنامه ایشالله اگه آره یه دمی از هر جا که کیف میکنی. اولا تشکر میکنم از عوامل برنامه که این ایمیل ها رو فرستادن برای شما، و از شما هم تشکر میکنم که خیلی طبیعی فوش موشاشو سهشو گرفتین زاگارید نشستن. اما به عنوان حسن ختام اجازه بدید بنده دهن براتون بخونم. میفرماید که در همون محفل اونس با اون 4 لیتری مسخال من آخونده ولاییم، کلات بودم جوانیم، علی گدا اما حالا فراریم، فنا شده زندگانیم، بگو چرا علی گدا، چاره به راهی ندارم، قاسم سلیمانی ندارم، چی کار کنم کجا برم، کاری بکن علی گدا، گور بابات تو روحت، من دیگه دم داریدی دیگه. این ابتکاری بود که من تو فاینالش برای شما تنظیم کردم. تشکر میکنم از بحثتون و این فاینالشون. سینه و صوت و